حبیب خدا گو همون روزداره که از تشنگی و از گرسنگی افگار شده است، مانده شده است، خسته شده است، خواب است، خوابش در نزد پروردگار عبادت نویسانده می شود. 3 ساعت خواب میکنی، 4 ساعت خواب میکنی. تصور کن تو در مسجد نماز خوانده ایستاده ای. برای آدم روزدار خوابش هم عبادت است. حتی پروردگار به سوی ملائکه ها چی میگفته است؟ انظروا الی عبدی، همون بنده ای که شما نخواستین که مای من در زمین بیافرم پیدا کنم، نظر به سوی همون بنده کنی. ترک شهوته و لذته و طعامه و شرابه من اجلی. انا همون بنده امروز ببین طعام در پیشش است، بعض یار رفیقای به انصاف دارد که خورده ایستادند، لکن این آدم نمی